از بحر ارال با کل مردم فارزبان سلام. بحر ارال هر یکی ما و شما میدونیم. اینا ببینین که چه خشک شده رفته، قاق شده، او نیست بگیم. این قیق‌ها میگیم، کشتی‌ها میگیم در بین راه موندیان. اینا جو رو ببینید، این قیق‌ها رو ببینید. اونا کشتی‌های کلان در اونجا. کشتی‌هایی که در وقتش در بحر ارال کار میکردن، خدمت میکردن. میدونیم که 80% بحر ارال از آبهای تاجیکستان میاد. ایتا میگذره ازبکستان قدی ای سیر دریا. همین خیلی می اومدن اینجا بحر کلان بود. این زمان 8 کیلومتر خشک شده رفته. 8 کیلومتر. این قگ آب موندگی تمام. اینا برادرها ببینین اقلیم علی شیدنش ببینین. اینا برادرها خیلی برادرها بحر دیدستین. بحر ارال خشک. این کشتی چاکو در قایق چاکو در راه مونده بود که در بین چی پر قایق چایجا دیدین نه این وجود با اون پشت داره با خلاصه منم یکشو میرم تماشا کنم این کشتی ها رو بینه گرفتن موزه ایشون کردیم روزی چقدر گفتم 80% آوی همه جا ای تاجیکستان میره سیر دریا میوید بچه این آوی بحر ارال هم خشک شد ایره دی اقلیم اکام خیلی شداخی بناهای آباد دردت خراب اینجا هم موزهش ها بناها بگیرم که شما تماشا کنه کشتی ها رو بی وقتش دیگه خدمت کردیم کشتی ها اینجا رو پارک کردیم اینجا همش آب بود آب انبار بود اینجا همش اصلا بحر بودن بحر ارال میگن نمیدونم این بحر ارال یخ میکرد بالا یخ دنی خیلی میکشیدن این چپر میگن چپر نیست نمیدونم جواز باشه چی باشه معلم خب خلاصه این اومدم اینجا بحر ارال کجا شدی؟ خیلی خوردی اینجا دوام دیدی؟ نه حالی با گفتشتی هم باید هم دوره قم اینجا در قم دوره این قمی دوبه که همونجاش هم برای موقعی قم میزنم برای همون همونجا قمی زور هم دارن میگه خیلی خلاصه که بریم جای قمش بریم چیگه پنجای قمش میاره کی داره چه این موزیشون خیلی تمام حرکت میگه میره میگه تاکلش به خدا
خدا نگاه کن تو بچه ها. ما تا برنامه آینده ایدی بسم الله.